ها را به کجا ببریم جز به ساحت مقدس خدای تبارک و تعالی؟ ما چطور شکایت کنیم از اونهایی که ایران را که ایستاده است و میخواد در مقابل همه قدرت ها بایستد و اسلام را محقق کند در دنیا، در مقابل این طرح جهاد میدن و اسرائیل که به جنگ با اسلام برخاسته است و با صراحت میگه که از نیل تا فرات مال من است و حرمین شریفین را از خود میداند، سکوت کردند. ما این دردها را کجا ببریم؟ این مصیبتها را پیش کی طرح کنیم؟